اینا کار میکنیم در یا جا کار کردیم پدماسکو پول کار سومونه ندادن یا تینمان با اینا پیش پیشی چی اینا خوندار خودش سیام کشین هست این امروش رویمون دارمی خودش پیش پیش ممکن سای ای جای خوامون برآورده سایمون اینجا نگاه این 70 آدم اترا پارک پابیده ای اکسیژن اینجا بچه را همه را سر کردیم اینا قودام اینا بونتوات کرده است اینا کیده چی کار کنیم نمیدونیم اونا شو برا نه یا پول داریم نه یا جای خوب داریم نه جای رفتن سترویکون همه محکم های اونا کپشونکای زدگی برگردی رای همه نه مردم نگاه جمع شده اینجا نمیره اینترنت دمه پرتامینه بچه سانتودا بچه های قرغان بچه های سانتودا ها مرا این همکی سر کدن اینا دیدستی یه خیلی همکی زنگ زد خیلی همکی گرد برسن اینا اینجا اکسیژن مانه اینا همه را بیره کدن ایدان در برو وردن 70 آدم که جا بریم چی کار کنیم نمیدونیم حالا ندادیم نمی قمردم اینا به جای خوب به جای کار به پل همه گشنه و تشنه اینا راسته که همه اینا جای کار میگه میریم جالا کنیم یکون کس چیزوشو نگرفته چیزا که بگیرن اگر بیرون برویان با اون چیزا که جو میروان هیچ جو رفته نمیتونن اینمی همه مردم اینا رفته است اینا تو یکون آدم اگر یکون چای دستش می اومدگی باشه اینا بیا خیلی یکون یاردم کنم و اونجا پلومونه بگیریم اینا مردم بینه این قشیسه این قیدگاش نیست ایس اومده است اینا این قیدگاش هی برومند را 70 آدم های اینجا از سلاوه ارس میگن یا دوید دیگه یا مو دو کسا اینمی قمردم فریب کرد یا مو کار فرمون 15 روز پس پل میتون بود کرانتین شید نغمه کرد ای روز نپلی اوپری تا گذرانده نپلی هیچی رو نسل کردن مونا اینه مردم سیام کنم سیام کن دوستگی آلدگی السلام علیکم جناب عالی پیشوای ملت اساسگزار صلح و وحدت تاجیکستان محترم جناب عالی ما مردم غریب ما مردم مهاجر در شهر روسیه بیکار و بی خانه و بی در ماندیم جناب عالی یک ماه زیاد شد ما نه کار داریم نه بار داریم در این خانه ای که حالی ما زندگی داریم جناب عالی یک هفته دیگه مهلت داده اگر پول اجاره را ندهی از خانه میرونیم میگن جناب عالی ما نه جای خواب داریم دیگر هزار مردم مهاجر در بیرونا و در دشت در کوچه ها و در اسنافکه ها خوابن با کسل هر کسل ها گرفتار میشن جناب عالی ما حتی برای خوردن من پول نداریم بسیار بچه های برادرانی که در همینجا نشستن و یا هم میخواهند که مثال یکم از طرف شما کمک خودمان رسانید التماس جناب عالی ما یکم پول خوردنی نداریم حتی یک هفته ما مهلت دادیگه که از خانه برای میگه بیرون میروید میقپن اشتراف میکنن از 15,000 بسیار اشتراف میکنن ما نمیدونیم کجا بریم دشت نمیشه خنی که به خوردن میمریم از گشنگی را جناب عالی کار کنین یا تاجیکستان ما رو برین یا نمیدونیم یکم کار کنین التماس خواهش میکنیم ما را یک وضعیتی ما را ببینید ما در بسیار در وضعیتی بی‌زیب قرار داریم خواهش از شما میکنیم غمخوار مردم اساسگزار صلح و وحدت تاجیکستان
همی پسر دروغ نه دقیقی هفته مدامه نمیشه